7 جایی که آدما امتحان میشن: مرد هنگام بیماری همسرش، زن هنگام فقر همسرش، فرزند هنگام پیری پدر و مادر، دوست هنگام سختی، خواهر و برادر هنگام تقسیم ارث، اقوام هنگام قربت، مؤمن هنگام مصیبت. با 4 نفر مهربان باش: پدر، مادر، برادر و خواهر. با 4 نفر معاشرت نکن: حسود، خودخواه، دروغگو، دروغ. 4 چیز کمش خوبه: پرحرفی، خواب، خوراک، تنبلی. 4 چیزو داشته باش: صبر، علم، بخشش، اعتماد به نفس. هیچ وقت هیچ چیز را بی جواب نذار. جواب نگاه مهربانی را با لبخند بده، جواب دورنگی رو با خالص بودنت بده، جواب مسئولیت رو با وجدانت بده، جواب بی‌ادبی رو با سکوتت بده، جواب خشم رو با صبوری بده، جواب پشت کار رو با تشویق کردن بده، جواب کینه را با بخشش بده، جواب دل مرده را با امید دادن بده و جواب یک آدم منتظر را با نوید دادن بده. اگه مفید بود و موافقی بنویس بله.